ارتباط شوید. زود باشین بگیرید. برن زود باشین. دیگه نمیمانم که شما را ببرن. بچیم دیلا خواهرم یک بار جان خود نجات بدیم. باقی موندهش آسان است باز. باید به یک جای مسئول بریم. به مکان شیوانشان رفتم میتونم. اونو از ما محافظت میکنن. حالا بچه. حالا که بریم. زود باشین. برو دیگه. برو. بگیرینشان. حالا بچیم زود باشه. بدوید. از همینجا تیر میشن رئیس، هیچ تشویش نکن. رئیس نزدیک شدن از رای بالا میاین. آماده باشین. اما این کارو چطور میتونیم؟ حالا که ما اینجا هستیم توی قسم سوالا رو میپرسی قلب من بعد قمش کنانه. ببین ما غفلت نکردم. وقت تعقیب کردن سطح با امکانات محدود و ناچیزی که داشتم اینا رو جور کردم. قسمی که میبینی همراه اینا ما اونا رو توقف میتیم. اینجا ساله فکر نکن. یک میخ میتونه یک کشور نجات حالا بده. دیگه حالا باش. چی شده؟ او پنچر شد. چطور امکان داره هر دویش یک دفعه پنچر شون؟ صبر این طرف یا دستایت بالا کن. حواستون نشده. لطفا بایدتان توضیح میتم. حالا ما بایدتان تسلیم میتم. این از تولدات خودم است. میدین رسول. نه ترسین به کس صدمه نمیرسانید. فقط دیلا خانم باید به شفاخانه برسه. معذرت میخوایم اما مجبور بودیم. چکو تو هم صلاحشو نبیگی. اوش کنی. نه ترس، ما هیچ نیتی نداریم که به کس صدمه برسانیم. گوش کن. زود ول چکش باز کن. خوب هستی خواهر جان؟ شما اشتباه میکنید. واقعا ایره شما میفهمین که دیلا خانم بیگناه است. به از فرمان آزاد شدنش صادر میشه. اما وقت به بچه ما بسیار دیر خود بود. ای باید برش خون بته. و ای اختطاف به خبر از خودی خانم صورت گرفته. ایره فهمیدین؟ یعنی تمام جرم به دو شماست. حالا باید بریم رئیس. زود باشین. حالا فرار کنین. زود باشین. حالا از این طرف فرار کردن. بدوین زود باشین. استاچمین. شما چرا این کار کردین؟ زود چتر همراه دادستان است. اعتراف زیاد وقت میگرفت. به خاطر ابراهیم این کار کردیم. حالا طارق. حالا زود باشین بچه. از این بابت کار ما درست پیش میبرم چطور؟ استاچو. لعنتی ها. لعنتی. اینا به اینجا چی میکنن؟ چطور پیش از من اینجا را پیدا کردن؟ بیا مادر. بیا. حالا شما پیش شیوان برن. ما اونجا میایم.
ما اونا رو مصروف میسازم باز از پشت شما ما هم میایم. رایت میباشیم بیادر. گفتم برین زود باشین پیداشون کنین. حالا دیگه برین زود شوین. حالا هوش کنن فرار نکنن. اونجا هستن. حالا عجله کنین. رئیس شما برین. بیایی. من مصروفشان میسازم. طارق زود باش. حالا صبر کن متوجه باشین. متوجه باش. خواهر جان شما برین دیگه. خداوند نگهدارتان باشه. خداوند ابراهیم شفا مواظب بده. باشین شیوان، مواظب باشین چکو. درست است طارق تشویش نکن. حالا بیادر ما برین دیگه. حالا رشو باید بریم. حالا زود باشین. حالا رشویم است. گفتم استاد شوین. دیلا ما ندانستک دیگه خود خفه ساختیم. تو هنوزم از من خفه هستی؟ باید زود به شفاخانه بریم. باید به شفاخانه بریم طارق. حالا گپای چتون شنیدین دادستان صاحب. دعوایی که علیه دیلا خانم شده بی اساس است. اینا خودش به زبان خود اعتراف میکنه. چطور بفهمیم که دروغ نمیگه؟ گفتنی های من فقط با همین چیزا خلاصه نمیشه دادستان صاحب. بسیار گفتنی ها دارم اما شاید حافظه‌ام درست کار نکنه، خصوصا در مواردی که به ارتباط شماست. واقعا نمیخواین که حافظه من درست کار کنه. امیالی به امنیت خبر بتن که دستور بازداشت دیلا خانم فسخ کنن چون او بیگناه است. اما قدر میگم که اظهارات او را من به زور گرفته. درست است. هر قسمی که شما میگین. پلیس ها رفتن طارق. بعد از این لحظه دیگه از پلیس حراس نداریم دیلا. از اینجا تو را دیگه برگشت داده نمیتونن تا که به بچه ما خونتی تو را برده نمیتونن. حالا پرستار خانم ما آمدم بچیم چطور است؟ ابراهیمم خوب است؟ دقیقا سر وقت آمدی. جدی میگی؟ خدایا شکر. تکان نخورین. ایرا بازداشت نمیتونین. فعلا به خاطر خون دادن به یک مریض اینجا امر آمده. شده. اینا رو باید به زندان روان کنیم. طارق و دیلا را بازداشت کردیم. فعلا در شفاخانه هستیم. یک گروه روان کنین. تمام. اینجا زندگی یک انسان مطرح است. زندگی بچه ما به خطر مواجه است. میتونم از شما شکایت کنم. اگه او را چیزی شود تا آخرین لحظه مبارزه میکنم. این را باید بفهمین. مجبورم نسازین. آقا طارق به ما چیزی که امر شده انجام میدیم. دیلا کایا را آزاد کنین. امر بازداشتش فسخ شده. طارق کایا را بازداشت کنین. طارق چشمتان روشن. همسرتان نجات یافت اما شما درست است. درست است. دیلا خانم بفرمایید. همیالی باید معاینات خود شروع کنیم. وقت نداریم. حالا درست است. مرا بازداشت کنین اما فقط کمی وقت میخوایم. باید منتظر باشم که بچه‌م خوب شود. درست است اما بعدش مشکل خلق نکنین. تشکر میکنم. خدا ازتان راضی باشه. زخم خوب پاک کنه. موجود نه. حالا دوران کس دیگه نمانده. حالا میخوایی که شفاخانه بریم؟ بیا که بریم بچیم. گناه داره. او بیچاره طفل خود از دست نده. درست است مادر. شما باشین ما میریم. قسم امکان نداره. ما میرم. مادر موضوع حل خواهر میریم زود پس میایم. شما پا چوین. بان برن رجبین. زود پس میاین. بان دیگه که برن. حالا بریم.
بچه دیلا خانم شما همینجا منتظر ما باشین. لطفاً مرا ببخش طارق، به خاطر که طفل من از دست ندم. شاید قلب تو را شکستانده باشم. مهم نیست جانم، مهم نیست. فعلا وقت دعا است. همی که ابراهیم نجات بیافه مگه یک عمرم در زندان باشم راضی هستم. حالا باید از طفل منصرف شوم. مجبور هستن بگیرن دیلا، صحت تو مهمتر است. لطفاً دیلا، لطفاً. ده ای کار خیر ماست. ما از تقدیر خود چی میفهمیم؟ حق با توست طارق. ابراهیم از خاطر زده ما به این حالت است. بس از دیگه، گفتم تقدیر است. تو کاری کردی که باید میکردی، مام کاری کردم که باید میکردم. حال وقت تسلیم شدن به تقدیر است دیلا. حال وقت توکل است. بفرمایین. از کاری که میترسیدم همونطور شد. از دیلا خون گرفتن نمیتونیم. باید زودتر یکی دیگر پیدا کنیم. دی وقت دیگه کی را پیدا کردم میتونیم دکتر صاحب. حالا دوران، حالا لطفاً بیستر بدو. درست است خواهر، بسیار خسته شدیم. نفس گرفتن نمیتونم. دکتر صاحب تمام است، داخل رفته میتونیم. دکتر صاحب چرا گپ نمیزنی؟ نیک بچه ما چیز شده؟ فعلا عملیات ادامه داره. خطر حیاتی ادامه داره. اما مهمتر از اویی است که تا حال خون پیدا نتونستیم. چطور پیدا نتونستین؟ از من خون بگیرین. از شما گرفتن نمیتونیم دیلا خانم. شما چی میگین دکتر صاحب؟ خون ما با بچه مطابقت داره. معایناتتان چندان نتیجه خوب نداره. به ابراهیم خون دادن نمیتونین. این کار با شما خطر داره. این کار چطور امکان داره؟ مجبور هستین کسی دیگر را پیدا کنین. از شما خون گرفتن نمیتونیم. حالا دیگه کی را پیدا کنیم دکتر؟ و دی وقت کسی رسیده میتونه؟ وقت بسیار کم است. عملیات تمام میشه. باید زودتر خون برسه. اما خون دیلا خانم نمیشه، چون اگه اینا خون بتن باز وضعیتشان از ابراهیم بدتر خواهد شد. با نظرت فرار کردن آسان است آقا دوران. حالا ما را زودتر باید پیش زعیم ببری. حالا بچیم. با ما اجازه بدین، باید به شفاخانه بریم. یک طفل به خون ضرورت داره. نشنیدین که چی گفتم؟ ما را پیش اوکش میبرین. زیاد گپ نزنین. حالا بگیرینشان. حرکت کو. ایلایم کو. حالا باش. زود باش. ایلایم کو. حرکت کو. توبه. رضوان بچه از پیششان فرار کردم مادر. دوران کجاست؟ زحال کجاست؟ راحت باش بچیم، اونا به شفاخانه رفتن.
رفتن که به بچه پرستار دیلا خون بتن. این کار بسیار خطرناک است مادر. چرا اجازه دادی که برم؟ تو با خدایا. صبر کن. تو کجا میری؟ ما شفاخانه میرم مادر. استاد شو. نرو بچه. رضان. لطفا نرو. رضان بچه. امکان نداره که فعلا خون پیدا کنیم. لطفا از من خون بگیرین. اگه قرار باشه کسی از بین بره من باید برم. کافیست که بچیم نجات پیدا کنه. دیلا خانم شما کم خون هستین. اگه از شما خون بگیریم براتون مشکل پیدا میشه. مهم نیست که مرا چی میشه دکتر صاحب. کافی است که بچیم نجات پیدا کنه. از من خون بگیرین لطفا. چی میشه وقتتان ضایع نکنین لطفا. دیلا لطفا بس از دیگه. به یاری خداوند حتما خون پیدا میشه. عملیات خلاص میشه. شاید نیم ساعت یا 1 ساعت دیگه وقت داشته باشیم. زود باشین یک کار کنین. برین احمق. زود برا. داخل بیارینشان. ما رو کجا میبری؟ گفتم ایلایم کن. گپ بزن. او کجاست؟ او کش کجاست بیشرف؟ نمیفهمم. الهی ما کنین. گپ بزن. اگه نیر از بین میبرم. غرضش نگیرین. میگم براتون. اما ما باید به شفاخانه بریم. براتون گفتم که یک طفل منتظر خونه است. دانه بسکو لعنتی. ما را به او طفل چی؟ باید او کشو پیدا کنیم. یا برای ما میگی یا ایر از بین میبریم. شفاخانه را فراموش کن. ما را پیش او میبری. فهمیدی؟ طفل باندگه. بگو او کش کجاست؟ صبر کن. رضان نرو. من میرم میبینم. برات گفتم که به شفاخانه رفتن خون میدادن. ببین من میرم میبینم. لطفا تو نرو. همینجا منتظر باش. لطفا بچیم. گپ مادرت قبول کن. درست است مادر. هرچی شما بگوین. درست است. تو همینجا باش. درست است. چند نفر است اما اونا دیگه قری هستن. بازم ببینین. شاید دگان باشه. لطفا یک کاری کنین. وقت نداریم طارق. لطفا بگو از من خون بگیرن. زد نکن. دیلا نه خیر. ببین پیدا میشه. به یاری خداوند حتما خون پیدا میشه. بچه ما چیزی نمیشه. باور کو. راحت باش. کافیست که تو خود از دست ندی. باز خود دیدی که کل چیز خوب میشه. دیلا خاله دخترم دوران آمده بود نه. گفت به بچیت خون میته. بگو که همینجاست. قربانه چهم بگو که همینجاست. چی میگی؟ دوران برگشته خاله؟ یعنی که او میتونه خون بده؟ با ما کمک کنین. بچه خانم نام بچه‌تون چی بود؟ نامش دوران است. از سازمان فرار کرده اینجا می آمد اما نامده. شاید پلیس گرفته باشش. شاید هم سازمان. فعلا از کنار شما دور شده نمیتونم موقع داره. اما بعد دیگه واحدا خبر میتونم. او را پیدا کنم. یعنی چی که از کنار ما دور شده نمیتونین؟ ما در وضعیتی هستم که فرار کنم. موضوع مرگ و زندگی بچه‌م است مامور صاحب. اگه او را چیزی شود از شما شکایت میکنم. انجام دادن وظیفه همه قسم میباشه. معذرت میخوایم. ما نمیتونیم. شما را باید به مرکز ببریم اما نمیبریم. عزیز زیادتر توقع نداشته باشین. بچیم لطفا او را پیدا کنیم. ما او را خودم اینجا روان کردم. تا حالا باید میرسید. خاله حالا بیا که بریم او را بپالیم. حتما پیداش میکنیم. یعنی شاید در کدام جای پود شده باشه. شفا باشه دکتر. شما به خون ضرورت دارین. خون ما وارد منفی. دقیقاً گروه خونم است. اما تو نیست دکتر. میخوای چی بگویی؟ وقت خبر شدم زیاد جگرخون شدم. ای که خون پیدا نکردین بسیار بیاب شدین. یک عالم سرگردانی را دیدین. خب حالا که خون من مطابقت داره آمدیم که خون اهدا کنم. گفتم به شما یک خوبی کنم.
شاید در دنیا به دردم بخوره. شاید هم در دنیا چی بفهمم. ما به خونه تو ضرورت نداریم. ما خون پاک میخوایم. خون انسانای کثیف مثل تو را نمیخوایم. اینقدر گپ های کلان نزن دکتر. موضوع خون است. هیچ چیزی نیست که هر وقت بخوایی پیدا شود. دازم شاید حالا فهمیده باشه که من چقدر یک آدم مهم است. گروه خونه که فعلا ضرورت داره فقط پیش کادو است. نه خیر، هرگز. پرستار خانم، بازم شما معاینات مرا بگیرین. شاید ضرورت شود. شاید تصمیم خدا تغییر بده. بفرمایین. خاله لطفاً دورانه پیدا کو قربانت شو. ما چی بگویم؟ بفرمایین بیاین. ما را محتاج خونه ی آدم کثیف نساز خدایا.